سلام دوستان، آموزش گیتار کلاسیک به همراه آواز خوانندگی پاپ. قسمت اول آموزش ماست. کیانوش مرتضی هستم. امیدوارم که این جلسات آموزشی لذت کامل رو ببرید. شروع میکنیم با علامت انگشتان دست چپ و راست. خب اول دست راست رو خدمتتون میگم که دست راست انگشتان دستمون با حروف P, I, M, A, X نمایش داده میشه. انگشت P اگه بخوایم راحت یاد بگیریم میتونیم با توجه به عکسی که تو سکانس بعدی بهتون نشون میدم اینجوری یاد بگیرید که اینجوری نامگذاری کنید P Max P I M A X P Max اینجوری بهتر یاد میگیریم. خب انگشت P برای سیمای باس به کار برده میشه. انگشت I و M و A و X برای سیمای زیر به کار برده میشه. سیمای باس چیه؟ سیمای بم بهش میگن سیمای باس. صداهاشون بمه. سیم 6، سیم 5، سیم 4 اینا سیمای باسن که با 60 و انگشت پی به کار برده میشه. یعنی با پی نواخته میشه. پی. خب دوستان قبل این که من جلسه اول رو شروع بکنم، آموزش گیتار کلاسیک به همراهی اصول آواز با گیتار پاپ و اینکه خواستم بهتون بگم که من باید یه عکسی رو همون اول به شما نشون میدم، نگاش بکنید. خب حالا با توجه به این عکس اومدم چیکار کردم؟ روال نوت ها رو یه مقدارش رو براتون به فارسی نوشتم که بهش میگن دو ره می فا سو لا سی. دو ره می فا سو لا سی. یه مقدارش هم با زبان انگلیسی نوشته همون، چون کاربرد داره براتون انگلیسی به خصوص تو نمودار آکوردا که بخوام بهتون نشون بدم، نمایش بدم بهتون. شما میگی لا مینور مگه نیست، پس چرا آم می نویسنش؟ ره مینور مگه نیست، پس چرا دی ام می نویسنش؟ خب انگلیسی هم کاربرد داره دیگه. بنابراین همون دو ره می فا سو لا سی که براتون نوشتم، با دستخط خودم براتون نوشتم، انگلیسیش دقیقا همون C D E F G A B، یعنی دو همون سیه، ره همان دیه، دو ره می همان ایه، یعنی به سمت پایین هی بیای، یعنی همون دو ره می فا سو لا سی. پایینش نوشتم C D E F G A B، یعنی اونو حفظش کنید. حفظ نمی‌کنید کم کم تو ذهنتون میره. آقا دو همون سی منه، ای همون می منه، ره همون دی منه. اینو حفظش کنید، یعنی روالش خودکار تو ذهنتون میاد، نیازی به حفظ کردن هم نداره. هیچ وقت هیچ چیزی رو حفظ نکنید. فرانسوی هم که پایینش همون دو ره می فا سو لا سی هم حالت انگلیسی که حالت فارسی نوشته میشه. دو ره می فا سو لا سی همونه، اینم فرانسویشه. شما حفظ نکنید، بدونید که آقا همونا رو به هم بچسبونید تو ذهنتون. بعد اون توالی نوت هاست هی دور میزنه. حالا اگر ما بخوایم این سیما رو به حالت رها نشون بدیم به شما، این سیم شیشمه، این سیم پنجم، این سیم چهار که ما گفتیم با پی میدن. حالا بهتون توضیح میدم پی و پی مکس اینا رو تو قسمت بعد ویدیو. شما این سیم ششم آزادش بهش میگن سیم می به فارسی. می سیم رهایی که اصلا فرتو نمیگیرم. میبینید اصلا فرتی رو من نمیگیرم اینجا، آزاد با دست میزنم. سیم ششم بهش میگن می. سیم پنجم هم بهش میگن لا. آزادش سیم پنجم میشه لا. میبینید لا. سیم پنجم میشه آزادش لا. سیم چهارم
آ